سلام به همگی. پدرام کشاورزی هستم و اینجا 5مین قسمت از اجای گپه. هدفمون در اجای گپ اینه که دست بذاریم روی تجربه های واقعی که در صنعت وجود داره و با کمک درس آموخته هایی که در هر پادکست به دست میاریم کمک کنیم تا این صنعت رشد بکنه. با این مقدمه که گفتم بریم سراغ اپیزود 5، گذری بر فریمورک ها و متدولوژی ها. سلام، چطوری محمد؟ عرض سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبین عزیز. امیدوارم که امروز بتونیم گفتگوی خوبی با هم دیگه داشته باشیم. مرسی، ممنون که اومدی و حالا قرار با هم دیگه گفتگو بکنیم. فکر کنم اتفاقات جذابی بیفته به خاطر که دیگه قرار بریم وارد تیم بشیم و اون داستان‌هایی که مربوط به فریمورک و متدولوژی و اینها هست. یه معرفی از خودت داشته باش ببینیم که الان وضعیت چجوریه، چی کارا میکنی؟ ابتدای بحث خواستم میگم که از دوستان خواهش میکنیم نظراتشون رو حتما در رابطه با حالا پادکستی که داریم بهمون اعلام کنن و حالا اگر سوالی چیزی هست در خدمتشون هستیم حتما. من اگر از خودم بخوام بگم من تقریبا سال 90 و 91 بود که کار توی حوزه آیتی و برنامه‌نویسی به صورت حالا جدی تر آغاز کردم. خب اواخر دانشگاه که بود یه جدی تر حالا با محصولات یه مقدار انترپرایز تر کار میکردم و توسعه میدادم، حالا چیزایی مثل ERP و یا محصولاتی که از انواع زنجیره تامین بودن. اما همیشه یه حلقه گم شده توی تولید محصولات بود. هیچ موقع مشتری ما 100% که چرس کنم شاید 50% هم راضی نبود و هر دقیقه بحث که میکرده میگفت که من این محصولا این قسمت رو میخوام این قسمت رو نمیخوام. این موضوع تقریبا تبدیل به یک چالش اساسی برای من شده بود. من خواستم ببینم که خب دنیا وقتی داره انقدر محصول تولید میکنه چجوری این مشکلات رو باش روبرو میشه و خب از پسش برمیاد. تا اینکه تقریبا از 3-4 سال پیش بود که اساسی تر توی حوزه حالا خاص اجایل اول مطالعاتی کردم و فهمیدم که خب مهمترین اصل تقریبا خب رضایت مشتریه و ما قطعا اصلا به این سمت حرکت نمی‌کنیم. همیشه دنبالیم یک سری مستندات زیادی داشته باشیم و سعی کنیم روی این مستندات فقط ما نور بدیم تا اینکه یه محصولی داشته باشیم که خوب کار کنه. خب بعد از اون به سمت اسکرام رفتم، بیشتر با حالا دوره‌های اسکرام.org شرکت کردم درشون و خب تجربه های اساسی که حالا افرادی که در خارج از ایران و یا داخل هستن رو سعی کردم باهاشون مکاتبه کنم، تعامل داشته باشم و بیشتر تجربه کنم توی این زمینه. خب توی تیمایی هم که هستم و چه قبل چه الان از این حالا موارد استفاده کنم و خب بعد از اسکرام کمبن رو خیلی سعی کردم توش دقیق بشم و خب الان هم تخصصی تر مفاهیم PSK که حالا در ادامه در ارتباطش مفصل تر صحبت میکنیم و روش کار میکنم. بله ایوان، مرسی. کلن حالا من این 3-4 تا اپیزودی که
با دوستان رفتیم. برای خود من اون قسمتی که چی شده اصلا رسیدن به اسکرام و کنبان و به طور کلی اجایل خیلی جالبه و همشون متفق به یه حلقه گم شده اشاره داشتن که اصل مطلبم برمیگشت به باز به مشتری یا مثلا به اون داستانی که اسلام بهش میگه ورکینگ سافتور یا یک قسمتی از محصول که کار بکنه. خب خیلی جالب بود برای من، تو هم به این داستان اشاره کردی. خب ببین ما خب توی از اپیزود قبلی که با مریم غفوری صحبتی داشتیم دیگه وارد تیم شدیم و مدل تاکمن رو با هم دیگه بررسی کردیم و اینجا یه سوالی که معمولاً خیلی از دوستان میپرسن، میگن که یا براشون گنگه، اینو من احساس کردم، میگن که آقا میگید که خب اوکی اجایل مایندسته، اسکرام فریمورک، مثلا ایکس پی متدولوژیه، خب مثلا این فرقشون با هم دیگه چیه، چی کار میکنن و اینها. خب توضیحی که من بهشون میدم اینه که مایندست در حقیقت همون فلسفه، اون باورهاییه که تو ذهن ما شکل گرفته و در موردشون صحبت میکنیم که آره این اگه بشه خوبه. خب یعنی این چیزای ارزشای ما، یعنی در حقیقت روی بقیه داستان سواره. و فریمورک و متدولوژی یه جورایی ابزارهایی هستن برای اینکه اون مایندست بیاد و روی زمین واقعی پیاده سازی بشه و بتونیم که از اون بهره بگیریم. خب اگه که اینا نباشن خب اون مایندست دیگه همیشه تو ذهن میمونه و اصلا اتفاقش نمیفته. برای این داستانه که این موارد اومدن. حالا فریمورک و متدولوژی چیه؟ فریمورک خیلی راحت بخوام بهشون میگم که مثلا یه مثالی که یادمه، حالا فکر میکنم مهدی حسینی هم زده بود، اینو برای من جا انداخت. گفتش که فرض کن که یه بازی فوتبال رو فرض کن، این بازی فوتبال مثلا یه سری قوانین و اینها داره، خب قوانین حداقلی داره که همگی تو ذهنمون هست که چی هست و اونقدر شاید البته جزئیات هم ممکنه داشته باشه که اون که دیگه داور میدونه، ولی کلیت تو ذهن همه افراد هستش که به خصوص اونایی که اهل فوتباله. ولی مثلا اگه که بیان و یک سری چیزا رو اضافه بکنن، مثلا چی؟ مثلا این که یه شخصی که میخواد برگردون بزنه یا مثلا میخواد به پر هد بزنه، اگر که بیشتر از 20 سانت اومد بالا ما اینو قبول نمی کنیم. خب این محدودیته که هی بیشتر میشه، ما بیشتر به متدولوژی نزدیک میشیم و وقتی که این سم میاد یه ذره دستمون بازتره، یه قوانین حداقلی داره و اینها، به فریمورک نزدیک میشیم و اونجا بودش که گفتش که کنبان و در حقیقت چی بود، اسکرام فریمورکن و مثلا ایکس پی متدولوژیه. حالا نظر تو چیه؟ چجوری میتونیم این داستان رو شفافترش بکنیم؟ مسئله ای که هست اینه که هرچی به سمت این بریم که خلاقیت، زمینه ایجاد خلاقیت رو بالاتر ببریم، خب قطعا به سمت یک چارچوبی رفتیم. چرا؟ چون یک سری قوانین حداقلی رو گذاشتیم. ولی هرچی سعی کنیم روی جزئیات بیشتری تمرکز کنیم، محدودیت ها رو بیشتر کنیم، خب طبیعتا به سمت یک متدولوژی پیش رفتیم. اما مسئله اصلی اینه که در گذر زمان، حالا و قطعا بازم تاکید میکنم با تجربه کردن، همه این مسائل توی ناخودآگاه شکل بگیره. وقتی به این سمت رسیدیم اون طرز فکر، اون مایندست خب قطعا تشکیل میشه. در رابطه با اجایل هم همینطوره. طبیعتا طرز تفکر اجایل مسئله خیلی اساسیه. خب حالا اگه بخوایم شروع کنیم یک سری ابزارهایی برای رسیدن به این طرز تفکر اجایل خب داشته باشیم، میتونیم شروع کنیم از حالا فریمورک های اساسی و موارد از این دست. اما میخوام یه نکته اساسی تو این زمینه بگم. همه این موارد که از الان میگم، چه اسکرام، چه کنبن و موارد از این دست، همه اینها یک سری ابزارن.
مثل یک نسخه از پیش تعیین شده این نیستن که بگیم آها میریم توی این تیم و میگیم اسکرام قطعا برامون جواب میده تمام. نه، قطعا اینطوری نیست، تأکید میکنم قطعا اینطوری نیست. و خب به فراخور شرایط تیم، شرایط محصول و عوامل مختلف دیگه ای و ممکنه ما هم استراتژی هامون و اون ابزار هامون متفاوت باشه. اتفاقا میخواستم این سوال رو بپرسم ازت، حالا لابلای صحبتاتم میتونی حالا اگه خواستی بهش اشاره بکنی که اصلا چه شکلی ما میتونیم متوجه بشیم که از چه ابزاری باید استفاده بکنیم، از اسکرام، کنبان، ایکس پی، اصلا چرا داریم از اسکرام استفاده میکنیم، چرا از کنبان. جالب بود اخیراً که حالا رفتم تو توییترم یه اکانت برای اجای گپ ساختم، خب هشتگ های اسکرام و اینا که دنبال میکردم چقدر مینالیدن محمد، چقدر مینالیدن از اینکه بابا به زور به ما گفتن که از اسکرام برید استفاده بکنید. و یکیشون یه چیز جالبی که نوشته بود میگفتش که تو رو خدا این اسکرامو ول کنید. خب و یه توضیحی که ادامه داده بودش میگفتش که ما الان داریم یه جوری کار میکنیم که محصولم میدیم و فیدبک هم میگیریم، خیلی هم کارمون خوبه، یعنی اسکرام هم نیستیم. گفتم خب این اصلا خود داستان اصل مطلبه همون چیزیه که بهش ما میگیم اجایل دیگه. خب و حالا یه دلایلی که اومدیم روی اجایل تمرکز کرده این پادکست هم به خاطر اصلا همینه، اینکه گیر ندیم فقط به اسکرام یا گیر ندیم فقط به کنبان و اینها. آره در مورد این هم اگه بتونیم یه صحبتی داشته باشیم، حالا نمیدونم این توی این اپیزود وقت بشه یا نه، ولی فکر میکنم خیلی سوال جذابی باشه که چه معیارهایی ما با چه معیارهایی با توجه به چه معیارهایی میتونیم به مثلا یه ابزاری انتخاب بکنیم و بریم و توی تیم پیاده سازی بکنیم و چه وقتی باید اصلا اون ابزار رو کنار بذاریم مثلا. خب فکر میکنم یکی از اساسی ترین راهکارهای پیشنهادی این باشه که ببینیم نقاط ضعفمون کجاست. من باب مثال آیا تحویل محصولمون خیلی طولانی تر از زمانیه که فکر میکنیم؟ آیا برنامه ریزی دقیقی نداریم؟ آیا مشتری از چیزی که تولید میشه با چیزی که توی ذهنشه دو تا دنیای متفاوتیه؟ یا مشکلات از دل تیمه، تیم ما فرد ایکس با وای نمیتونن با هم خوب کار کنن یا زبون همو نمیفهمن، یا مثلا یک نفری داریم که اصلا توی تیم نمیتونه با بقیه کار تیمی بکنه. اصلا همه این موارد یا سطح بالاتر با یک محصول جامعی داریم که یک سری تیم دارن روی این محصول جامعه کار میکنن اما تعاملات بین تیم خیلی ضعف داره. شاید مثلا یک تیم داره یه چیز دیگه ای تولید میکنه، تیم دیگه ای چیز دیگه ای تولید میکنه که به هم دیگه باید با یک نواخته مناسبی با هم دیگه حرکت کنن و خب وابستگی هاشون کم کنن. بنابراین همه این مباحث از طریق حالا ابزارهایی که توی اسکرام، کنبن یا چیزایی از این دست وجود داره خب جای میگیره و میتونه به ما یک سر خطی بده. ولی بازم تاکید میکنم همه اینها یک ابزاره برای رسیدن به اون طرز تفکر. اگه شما خوب کار میکنین، اگه با مشتریتون مسئله‌ای ندارین، اگر فیدبک های خوبی میگیرین و این فیدبک ها رو اعمال میکنین یا توی تیمتون مسئله‌ای ندارین، این همون چابکی، این همون اجیلیتیه که مد نظر ماست. شاید خودتون دارین از اون ابزار استفاده میکنین اما مسئله اساسی همین رسیدن به همین طرز تفکری که خدمتتون عرض کردم. درسته، یعنی اول از همه ابزرو بکنم، مشکلات کلیدی رو پیدا بکنم، بعد اون مشکلات با توجه به اون مشکلات کلیدی بیان و بگن که ما حالا میتونیم از چه پرکتیسی، چه فریم ورک، چه متدولوژی مثلا بریم استفاده بکنیم که اون مشکله دیگه حل بشه، ریشه کم بشه یه جورایی. درسته؟ قطعا. روش‌های مثل OKR، هدف‌گذاری‌های کوتاه مدت، هدف‌گذاری‌های بلند مدت میتونه خیلی کمک کننده باشه توی این موارد. بسیار عالی، مرسی. خب حالا آقا بریم سراغ بحث جذاب این که چه فریم ورک هایی داریم، چه متدولوژی هایی داریم و اینکه هر کدومشون چه شخصیت و چه ویژگی هایی دارن. خب اساسی ترین فریم ورکی که قابل استفاده است هم میدونیم اسکرامه
که در گذشته میگفت 3 نقش داریم که الان لفظ اکانتبیلیتی یا مسئولیت رو اضافه کرده. 3 تا آرتیفکت اساسی داشت و خب 5 تا ایونت اصلی که خب من به اختصار ازش رد میشم و اون چیزایی حالا اساسی تره مثل که کمتر شنیده شده مثل کنبن، ایکس پی، اینجور چیزا، نکسوس و اینجور چیزا رو بیشتر خدمتتون معرفی میکنم. خب 5 تا ایونت اصلی اگه بخوام خیلی خلاصه بگم اینه که ما یک بازی اساسی به نام اسپرینت داریم، یک جلسه اسپرینت پلنینگی داریم که خب تیم جمع میشه ابتدای اسپرینت و برنامه ریزی میکنه. جلسات روزانه توسعه دهنده ها هست، جلسه دیلی اسکرام که با هدف مسیری که دارن طی میکنن تا به اون هدف اسپرینت برسن هستش. جلسه اسپرینت ریویو با حضور ذی‌نفعان و تیم در رابطه با چیزی که تولید شده توی اسپرینت صحبت میکنن و خب طبیعتاً به نظر من یکی از اساسی ترین ایونت های اسکرام جلسه اسپرینت رتروسپکتیو که تیم تلاش میکنه بررسی کنه خودش این رویه تولید محصول رو چه مشکلات یا چه نقاط ضعفی داره که میتونه بهبود بده. نکته اساسی که جا میفته اینا حتما دوست دارم بهش اشاره کنم که ما فکر میکنیم وقتی داریم خوب کار میکنیم بهتر از این نمیتونیم بشیم، پس میگیم که خب ما که جلسه رترویی نمیخوام، ولی واقعا اینطور نیست. به نظر شما یه تیم بزرگی که حالا تیم‌های بزرگی، من فوتبالی رو اگه بخوام مثال بزنم، آیا اینا تمرین نمی‌کنن؟ آیا دنبال روش‌های جدیدتری نیستن برای هماهنگی؟ خب قطعاً اینطوری که دنبال بهبود هستن و میخوان بهتر بشن. پس بنابراین تیم ما هم مستثنا از این قضیه نیست و ما هم میتونیم بهتر از این چیزی که هستیم بشیم. حالا مورد دوم خب کنبنه که تمرکز اساسیش روی جریان کاری حالا تیم هاست از طریق اصطلاحاً حالا تصویر سازی یا ویژوالیزیشن. یعنی چی؟ یعنی میگه که تیم ما باید جریان کاریش مشخص بشه، از چه نقطه‌ای شروع به کار میکنه تا چه نقطه‌ای ادامه داره و همه افراد تیم باید یک درک مشترکی از این جریان کاری داشته باشن. و خب مسئله دوم که خیلی روش تمرکز داره اینه که این رویه تولید محصول تحت لوای یک مفهومی به نام پول سیستمه. یعنی چی؟ یعنی تیم ما هر موقع که ظرفیتی داره میره کار جدیدی رو برمیداره و انجام میده، هیچ موقع کاری بهش پوش نمیشه، هیچ موقع فشاری روی تیم نمیاد، تیم خودش تصمیم میگیره که حالا اگر چنانچه ظرفیتی داره کاری رو برداره و انجام بده. اینجا یه چیزی رو میخوام شفاف بشه هم برای خودم هم برای دوستان. اشاره کرد به واژه تیم. خب یعنی این که اونجا کسی اساین نمیکنه تسکی رو به کسی. یک بکلاگی داریم که یه تیمی هم وجود داره که هر وقت که سر هر کدومشون خالی شد میگن که یا علی بریم یکیشو برداریم بریم انجام بدیم دانش بکنیم بریم حالا بعدی. درسته؟ تا حدودی به نظرم حالا نه تنها یکی از اعضا سرش خالی بشه، به نظرم اولویتشون اینه که اعضا هم دیگه کمک کنن اون چیزی که قبلا داشتن و ابتدا به نتیجه برسونن و بعد چنانچه ظرفیت تیم داشت بره کار جدیدی رو بیاره و خب انجام بده. که اینجا همون برمیگرده به همون داستانی که ویپ و اینا داریم. خب توی کنبن 4 تا معیار یا متریک اصلی رو بهش اشاره میکنه که همونطور که گفتین اساس ترینش کار در حال اجرای تیمه که ویپ هست. یه نکته هم اشاره کنم، کار در حال اجرا منظورش میتونیم برداشت‌های متفاوتی داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما بردمون توی سویم لین یا کالمن خاصی بتونیم حالا محدودیت داشته باشیم یا نه کار کلی در حال اجرای تیم به چه صورت باشه. مورد دوم سایکل تایم، زمانی که طول میکشه یک حالا فیچری یا یک آیتمی شروع به کار روش میشه تا زمانی که انجام میشه. توان عملیاتی تیمه، یعنی چه تعداد تیم ما میتونه کار رو دان کنه انجام بده در یک حالا واحد زمانی مشخص. و سن آیتم ها مسئله خیلی اساسی، از زمانی که خب طبیعتاً یک آیتمی شروع به کار میشه تا زمان حاضر رو سن آیتم ها میدن.
که خب یکی از اساسی ترین مسائلی که روزانه میشه بهش پرداخت همین سن آیتم ها. چرا این آیتم سن بالایی داره؟ آیا نیاز خارجی داره؟ آیا وابستگی داره؟ آیا نیاز به استعداد یا تالنت شخص خاصی داره که اون باید بیاد انجام بده؟ همه این موارد هست که حالا تحت عنوان مجموعه به نام کمبن سیستم میگه و اعضای اون تیم رو بهشون کمبن سیستم ممبرز میگه. برای علاقه مندان کمبن توصیه میکنم به جامعه اصلی کمبن که تقریبا 1-2 سال تشکیل شده با نام پروکمبن.org هم وبسایتشون هست، مراجعه کنن و تمام یه جزئیات کمبن رو میتونن اونجا پیدا کنن. مورد بعدی که مد نظرم فکر کنم XP Extreme Programming، مسائلی مثل Test Driven Development، Pair Programming، Behavior Driven Development، تست ها، موارد از این دست خب توی XP جای میگیرن و خب XP خیلی گسترده است و خب مفاهیم اساسیش گاهن توی اسکرام کمبن و چیزایی از این دست استفاده میشه و خب تمرکزش روی توسعه دادن و چیزایی از این دسته که خب خیلی کمک میکنه ما توی تیم یاد بدیم که اگر چنانچه کسی سرش خلوته به شخص دیگه ای کمک کنه تا بتونن اون آیتمی رو که داره روش کار میکنه رو به نتیجه برسونه. میگم اینا موارد یه مقدار گسترده است، من سعی میکنم یک هینت یا یک راهنمایی ابتدایی بکنم، یه جوری فقط قراره تاچ بکنیم دیگه اون متدولوژی اسکرام. نمیتونی واقعا تو این فرصت نمیتونیم تو جزئیات هم بریم، همون دیگه همون گفتم ویژگی ها و شخصیت کلیشون رو بدونیم حالا فعلا برای این اپیزود کفایت میکنه و همین. خب تا الان فکر کنم ما اون مواردی که برای یک تیم کوچیک در حقیقت میتونه به کار گرفته بشه و اینها رو بررسی کردیم. خب که چی بود؟ اسکرام و کمبان و XP. و از این به بعد دیگه فکر کنم وقتش باشه که بریم سراغ اون مواردی که برای چند تیم میتونیم ازشون استفاده بکنیم. مفاهیم اسکیل خب خیلی هم گسترده است و هم خب پیچیده تر از گذشته است. تصور کنیم ما چند تا تیم داریم و روی یک محصول اساسی میخوایم کار کنیم. خب اساسی ترین موارد توی این زمینه اینه که خب پس این کاری که تولید میشه که میخواد ادغام بشه و به یک حالا قسمت مجتمعی که کار میده تبدیل بشه و یا اساسی ترین چالشی هست وابستگی بین تیم هاست. چجوری میخوایم این وابستگی ها رو مدیریت کنیم؟ اسکرام.org اومده و یک چارچوبی به نام نکسوس رو معرفی کرد که خب تمرکزش رو اینه که میگه حالا ترجیحش تقریبا اینه که 3 تا 9 تا تیم اسکرامی هم حالا اشاره میکنه روی یک محصول جامعی بخوان کار کنن. خب یه سری مفاهیمی به وجود میاد به نام نکسوس اینتگریشن تیم. یعنی چی؟ یعنی ما قطعاً یک محصول داریم و یک پروداکت اونر، یک اسکرام مستر جامعی داریم که خب روی مفاهیم نکسوس تسلط خاصی داره و یک سری اعضایی دارن این نکسوس اینتگریشن تیم که تمرکز اصلی این اعضا روی این همین حل این مشکلات اینتگریت کردن کارها و حذف وابستگی‌ها و یا حل اون موارد از این دسته. که البته خب این اعضا میتونن از اعضای تیم اسکرام باشن، ولی توجه به این نکته اساسیه که قطعاً تمرکز این اعضا روی مفهوم حالا اون اینتگریت کردن اول و بعد کارهای دیگه تیم. و خب چالش بعدی توی زمینه اسکیل اینه که خب حالا ما چند تا محصول داریم و این محصولات تحت لوای یک محصول اصلی تری هستن. تقریبا مثل یک سبد محصول جامعی وجود داره که یک سری محصولات جداگونه کوچکی هستن که جداگونه خودشون قابل استفاده. که خب مفاهیم مثل سیف و چیزایی از این دست تمرکزش روی این موارد. تفاوتش اینه که ببینید ما وقتی میگیم مثال نکسوس رو میارم میگم یک محصول و خب وقتی داریم روی یک محصولی کار میکنیم یعنی همه تحت لوای یک هدفی میخوایم یه چیزی رو تولید کنیم، ولی حالا اون حالت پورتفولیو اون سبدی که ما داریم اینطوری نیست.
محصولات به صورت جداگونه خودشون خلق ارزش رو میکنن، اما تحت حالا یک چی میگن یک سطح بالاتری هستن، یک سبد بزرگتری از محصولات هستن که توی اون حالا کار میدیم. یعنی میتونیم به صورت جداگانه هر کدوم از محصولات رو ارائه بدیم و استفاده کنیم، اما با توجه به اینکه این محصول تولید شده توی یک سبدی قرار داره. اما نکته اساسی که خیلی حالا اینجا کمک کننده است، تیم ما تا یه زمانی میگه که من میخوام مثلا اسکرام باشم، من میخوام که مثلا فلان ابزار استفاده کنم. وقتی به یک بلوغی میرسه دیگه اصطلاحاً میگن دغدغه های گذشته تبدیل به یک خاطره میشه، نیاز به یک چالش های جدیدی داره که یک سری راهکارهای جدیدتری نیاز داره. حالا فکر کنم از حوالی 2019 بود که خود اسکرام داتور اومد و مفهوم هایی مثل PSK و PSU رو ارائه داد. یعنی چی؟ یعنی ما بتونیم اسکرام رو داشته باشیم و از مفاهیم کنبن اصطلاحاً خودش میگه پرکتیس ها و تمریناتش هم استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما یه تیم اسکرامی هستیم، خب داریم یه کارایی انجام میدیم، یه چیزایی تولید میکنیم، ولی دنبال بهبود اون جریان کاری هستیم. حالا نکته ای که از جریان کاری رو گاهن نمیگه فقط جریان کاری داخل تیم، یه دوتا مفهوم به نام داون استریم و آپ استریم و اینجور چیزا هم بهش اشاره میکنه. یعنی قبل از شروع جریان کاری تیم، موقعی که خب نیازمندی های محصول داره، یا بعد از اون موقعی که کاری دان میشه، حالا میخواد شیپ بشه، مسائل دیوپس و چیزای از این هست. یعنی میگه این جریان کاری خیلی جامع تر از اینه که فکر میکنیم ما حالا یک بورد داریم، یک سری کالم داریم. نه، از 0 تا 100 کاملی شده میگه جریان کاری. و خب توی PS2 هم تمرکزش رو اینه که ما دنبال بهبود تجربه کاربری هستیم. یعنی چی؟ خب یه سری کاربر داریم، ولی آیا این کاربر ما حاضره هزینه اضافه هم برای محصول کنه؟ آیا حاضره به کسی دیگه این محصول معرفی کنه؟ آیا برمیگرده به این محصولی که یک بار استفاده کرده؟ و خیلی تمرکز میکنه روی مفاهیم یوزر پرسونا و چیزایی از این هست. و لفظ پروفشنال اسکرامی که میگه یعنی چی؟ یعنی ما مثلا تا یه حدودی اسکرام دیگه میدونیم، یه نمیریم بحث کنیم که جلسه پلنینگ چیه، ما میخوایم برنامه ریزی کنیم دیلی چیه. نه، ما اینا رو میدونیم، دنبال این رویه کارمون رو بهبود بدیم. میاد میگه که مثلا چجوری میتونیم سن آیتم هامون رو کاهش بدیم. خب یک سری نمودارهای خیلی اساسی مطرح میشه داخلش و خب چالش های خاص خودش داره، ولی خیلی کمک کننده است. محمد، کتاب چیزی هستش که همه اینها رو کنار هم دیگه بیاد مثلا بگه که آقا هم یه تاچی بکنه، حالا ما اونقدر انتظار هم نداریم که مفصل بگه و مثلا نمیدونم مثلا مقایسه بکنه، مثلا به همون بگه که آقا چه ویژگی هایی داره. خب من باز میخوام برگردم به اون هدف اصلیم که آره مثلا اون اشخاصی که آره به عنوان اسکرام مثلا اجایل کوچ و اینها دارن فعالیت میکنن برن اینو مثلا یه نگاه بندازن و بدونن که چجوری میتونن از کدوم و چه وقت استفاده مثلا بکنن. خب اگه بخوایم کتاب معرفی کنیم، به نظرم کتاب توی این زمینه ها کتابایی که بتونه تجربه های اساسی که توی این زمینه شده و من با مثال تیم ما رفته یک کاری انجام داده و یا ما رفتیم توی سازمان یک کاری انجام دادیم از جنس تجربه و فلان راه رفتیم و شکست خوردیم، به نظرتون راهکار جدید چی؟ شاید اینا خیلی بتونه کمک های اساسی کنه. حالا یه مقدار به نظرم چیزی که بخواد همه اینا رو در کنار هم بگه، خب از جزئیاتش خیلی باید پرهیز کنه، چون فکر کنم یک چند جلد شبیه یک تاریخ ویل دورانت بشه. اما شاید اون کتابایی که بتونن تجربه رو منتقل کنن خیلی میتونه کمک کنه. حالا به صورت اسپسیفیک میتونیم مثلا کتاب When Will It Be Done دنیل بکنتی واسه مفاهیم کنبن رو معرفی کنیم،
یا خود سایتی که دارن خیلی تخصصی روی کمبن کار میکنن، اکشنبل اجایل متریکس. از جنس تجربه هایی که اسکرامی بوده و یا تیم نمیتونه خوب با هم دیگه کار کنه، کتاب فیکسینگ یور اسکرام و به نظرم زامبی اسکرام فوق العاده است. این دوتا کتاب از جنس تجربه هایی که رفتن چند تا از ترینر های رسمی اسکرام دوتا انجام دادن و خب شکست خوردن در توی سال یا مثلا یک دهه اخیر رفتن و شکست خوردن توش میگه به نظرم. و یا در رابطه با خود تیم چالش های اساسی یک تیمی که داره کار میکنه، کتاب The Professional Scrum Team خیلی خوبه از پیتر گوتس، آلمانی هم هست، این تلفظ فامیلش سخت اون هم فوق العاده است، خیلی صفحات کمی داره، یعنی اونقدر طولانی نیست ولی از جنس مواردیه که خب باش روبرو شده. شاید این چند مورد سرخط های خوبی باشه و توصیه میکنم حتما این مورد آخر رو و فیکسینگ یور اسکرام محصول فکر کنم 2019 دوتا از ترینرهای اصلی اسکرام دوتورگی که از آمریکا هستن، ولی خیلی جذابه یعنی فصل به فصل، مثلا میگه فصل مربوط به با مثال جلسه اسپرینت پلنینگ تیم ها ما چه چالش هایی داشتیم، مثلا میتونستیم هدف اسپرینت رو مشخص کنیم، مثلا میتونستیم برنامه ریزی کنیم و چیزایی از این دست. خیلی جالبه اونا. خب محمد، حالا برای جمع‌بندی ما چجور میتونیم این اپیزود رو لب به مطلبش رو بگیم؟ یه نکته هم انتهای بحث بگم و دیگه جمع‌بندی. مسئله اساسی اینه که چابکی اگر بخوایم در سطح یک سازمان بررسی کنیم، به نظرم برای شروع چابکی توی یک سازمان باید با افراد تصمیم گیرنده اساسی اون مدیران سطح میانی و به بالاش صحبت کنیم تا به چابکی برسیم. روش‌های چابکی سازمان خب خیلی مختلفه، واقعا در حد یکی یا دو تا اپیزود اصلا نمیشه در توش صحبت کرد، ولی این چابکی سازمانی. اما چابکی توی تیم ها با این ابزارها نمیگم 100% ولی خیلی میتونه کمک کنه. به باب مثلا شما مشتریای ناراضی دارین، خب چرا مشتری ناراضی داره؟ خب مثلا وقتی که یه ایده یا مشتری مطرح کنه تا زمانی که ما میایم ارائهش بدیم خیلی طول میکشه. خب یعنی چی؟ یعنی ما لید تایم خوبی نداریم. بریم توی تیممون بررسی کنیم چرا لید تایم خوبی نداریم. شاید اسپرینت بکلاگ خوبی نداریم، شاید اوردرینگ بکلاگ ما مسئله داره، شاید تیم ما خوب نمیتونه با هم دیگه مچ باشه و همه اینها از اون نیاز، از اون آوتکام گفتم براتون تا برسیم به اون فعالیتی که تیم باید انجام بده تا به اون چابکیه برسیم. اما جمع‌بندی اگه بخوام خدمتتون بگم، جمع‌بندی اینه که همه این مسائلی که مطرح شد، تأکید میکنم بازم، ابزاریه که ما رو به اون چابکی برسونه. طرز تفکر، فرهنگ و یا توی یک سازمان فرهنگ سازمانی مسائل خیلی مهمیه توی حالا رسیدن به چابکی و مواردی مثل اسکرام، کمبن، ایکس پی، نکسوس، سیف، لین یو ایکس، پی اس کی، پی اس یو و همه اینها ابزارهایی هستن که ممکن توی این مسیری که ما رو میرسونه به اون چابکی کمک زیادی بهمون کنه. مرسی، دمت گرم آقا، خیلی خوش گذشت. ایشالا که وقت بشه بیشتر بریم در مورد مباحثی که میدونم مورد علاقه خودت هم هست. بذار از الان بگیم دیگه. بگو خودت چه مباحثیه که دیگه رزرو بشه این برای خودت اپیزودو. من که خب قطعا مسائلیه که خب خیلی حالا تیم رو بهش کمک میکنه. جلسه اسپرینت رتروسپکتیو شاید خیلی خوبه و نکسوس تا حدودی. مرسی، دمت گرم. ایشالا که بازم در خدمتت باشیم و ازت حسابی از دانشت استفاده بکنیم. ممنون از همراهیتون، ممنون از مدرسه اسکرام بابت حمایتایی که از اجای گپ داشته.
امیدوارم این اپیزود هم براتون مفید بوده باشه. با ما از طریق شبکه‌های اجتماعی لینکدین، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر میتونید در تماس باشید. روزگارتون خوش و پیروز.